های گایز، حالتون چطوره؟ به اولین ویدیو که حالا نمیدونم اولی میشه یا دومی میشه، حالا معلوم نیست، ولی کلا خب به ویدیویتون من خوش اومدید. بخش سرورزم اینجوریه، حالا بهتون میگم. دقیق بخوام بگم یک هفته مونده تا تولدم. الان جمعه است ولی خب پنجشنبه هفته بعد تولدمه، دقیقاً روز تولدمه. و تو این یه هفته حالا ممکنه ویدیو اینا بگیرم که دارم کارهای تولدم میکنم، حالا وسایلی که میخوام بخرم و کارهایی که میخوام بکنم. من تولد خاصی نمیخوام بگم، این تولد کوچیک 7-8 نفره است و یعنی مثلا تزیین و نمیدونم مثلا از اینجور چیزا کارات مثلا ندارم. و آره دیگه الانم که واسم اینجوریه گفتم حالا خلاص که برم همون اینا ویدیو رو بگیرم و الان بعد آماده شدنم باشه. بعد الانم میخوام یه وسایل مثلا فکر کنم چیپس و پفک و از الان میگم چون وسط هفته اصلا وقت نمی‌کنم دانشگاه اینام و حالا مثلا وسایلای ظرف لیوان و مثلا اینجور چیزا تزیین و اینا رو بگیرم و آره دیگه حالا بریم آماده شیم. رفتم همون اومدم و باشه این خیس خالی کنم بخشید. آره کیسه خالی هم حوله نمیدونم کدوم بحشیانه پاکاوی کلمه بودم کلمه واسه میده این برای هم بودم فیزیکی بزنید نمیدونم خوش میکنه خوش کنم اینجوری نمیدونم این کاری میکنه ولی خب خوبه مثل وقت دارم اینه از مدل روش من میشه خیلی وقت دارم چون یه ذره بزنی کلا توی میکنه کار نمیاره من فکر میکردم به اینکه مثلا بخوام ولاگ هفتگی کنم، مثلا این ولاگ هفتگی باشه چون حالا مثلا کار تولد اینا هم هست. خب حالا بستگی داره که ببینم مثلا ویدیویی که میگیرم چه جوریه. پس گفتم که از الان بدونید یا ولاگ هفتگی یا فقط ولاگ مسائل تولد و تزیین و کارهایی که دارم میخوام بکنم و اینا بشه. و نگاه کنید انقدر بزنی کارو در میره. من مورد نرم رو کار کنم نرم نامسی واقعی سلام این یه زنمه سری خوش میشه. خب خبش همش موندم که مثلا به خودم باید نگاه کنم یا به دوری نگاه کنم. آقا نمیدونم دقیقا. خب اینا اتاق خیلی برمیخواد نگاه نکنید خب الان هم حاضر میشم برم. گفتم این شلوار رو میپوشم ساده و اینا باشه که برم و انقدر ساده دارم میرم بیرون یکی نبینه که فقیرم بی پولم بی کسم. که دوست گرامیمون جابجا کردیم و یادم رفته پس بدیم و همدیگه هم ندیدیم. This is a bitch. این کسی که این نکار داشته یه بچه به تمام معنی. من دانشگاه برم ولی خب دیگه اصولا امروز وقت نمیشه. ماما نشستی؟ یه وا کن درو. همین لباس تنم باشه برم اوکیه؟ کلات فقط یاد نره بذاری افتاده بعد یه بابا دیروز تمام اینجایی سوخته تمام رفت کلاه رو چیز کنه روشش همسته یه عطر خیلی خوشبوه چیز اولترا جوسی نباشه اولترا جوسی میزنیم. من میرم تو خودم نگاه میکنم یه زنیم خوشگه خب برم نگاه نکن اتاقم برمیخواد انقدر از این بدم میاد خب دیگه جا نداریم مجبوریم. دوستش کنم سلام بده. سلام چند روز دیگه تولد پسرمه داره میره 22 سالش میشه انشالله. نه بخشید 21 سالش
21 سالش میشه. خوب شد اینو گرفتم که در خیرم میدونستم میخواستم اینجوری بگم که آره. خوشحال بشه یه بوستش کنم و بره حاضر میشه بره که وسایل تولدش رو بخره. ایشالله که روز به روز اتفاقای خوب براش بیفته. سال دیگه این موقع بیزینس من قوی بشه، همه اونایی که حرف زیاد میزنن و ببنده، بعد مامانش خوشحال کنه. مامانش هم سال دیگه سوار ماشینه. ایشون خودشون یه بیزینس وومنن. منم یه بیزینس وومن حتما میشم با پسرم. الانم حدوداً هستی دیگه. الانم حدوداً هست. ان که موفق باشه. همتون موفق باشید. خب بریم دیگه. خب نماز اینا باشم. باشه. مثلا میرم تو کیفم. گوشم که شارژ شد ازم نگیرم. گوشم که شارژ شد. کالندر چیز بینید مثلا. قطر اینا رو که زدم. الان که داریم حاضر میشیم. کاش که جلیقه داشتم. من تو خیلی گرمه. نمیدونم. چی ما؟ بله دستتون در نکنم. حالا اینا هم جمع کنم یا خود جمع کنم؟ جمع کنم. چند تا کلو داری بو؟ ماما دیگه من کلو داری که؟ آره میدونم. کلو اصلی مورد. من دسته اصلی بازی چیز بگم. فکرم یه زمین خیلی زیادی کاری کنه. آره. خوبه؟ میخوایی بنفشه رو بذاری؟ اون هم سرم نمیشه، اون آب یاد بود. این حتی جرواجر شده یه ذره ولی حالا معلومه که جرواجر شده، مثلا خود جرواجر شده. شاید یه شرمنده که خدا چی پس دارم میخوام اینجوری نشون بدم. میگم خیلی ساده است ولی با جردن قشنگ میشه. اومدیم وسایلای تولد اینا رو بگیریم. بعد برگردونم. الان یه دونه از این ظرفا گرفتم برای چیپس و پفک و اینا. یه دونه از اینا گرفتم که توش مثلا میوه اینا رو خورد کنیم مثلا. نه از این عدد رو بگیرم یا نه حالا اینو معلوم نیست بخوام بگیرم اینا. بعد یه دونه از این ریسه‌ای گرفتم. بعد یه از اون لیوان شاینا گرفتم. اینو شد دیگه. اینو نکنم اشیه دیگه. مثلا این چیز بخوام اینو بادکنک هم بخوام بگیرم. بادکنک اونا رو دارم. اینا کدوم بگم. خب برم ببینم چی دارم. الان بادکنک اینا رو بگیرم. خب 2 تا توسی، 2 تا طلایی، 2 تا مشکی هم بس باشه دیگه. آره ببینم چی دیگه. خب اون آره اینا بسته. 6 تا بسته دیگه. همه که نمیخوام مثلا دستشون بگیرم. من این بادکنک هم که اونجوری شد. اینا رو میزنم در من حساب کنید اینجوری میشه. دیگه ای که نمیخوایم. اینا رو هم گرفتیم تموم شد و 400 تا همین شد. چه خبرتونه؟ چرا قیمتتون باله؟ من نمیدونم. و میگن بعد این چیپس پفک و اینا بگیریم. تازه من یه جا اومدم که مثلا بخریم که ارزون باشه. ارزون ترینش این بود. ولی خب دیگه آره دیگه چیز دیگه که نمیخوام. آره با تو ویدیو من نمیخواد بیاد. سلام. آره اینا رو گرفتیم. اینا تموم شد. آره چیپس پفک هم از اینجا بگیریم. داره چیپس واقعا بزرگ میخواد. از اون چیزی نمیخواد. بعد آره دیگه یه مقدار چیزا رو بگیریم. موزارلا گفتم. آره نمیدونم. آره یه بخیر مقدارش. خب
الان اومدم یه پنیر گرفتم فاکینگ 504 تومن پول یه پنیر شد و پنیر پیتزا موزارلا. بعد هنوز نرفتم چیپس اینا رو بگیرم. خیلی گرمه، خیلی گرمه، یعنی مثلا من گرما میمیرم. امیدوارم نپزم. و چقدر شلوغه. مردم چیکار میکنید اینجا؟ برید خونه‌هاتون. بریم بعدی ها. یه دونه باکس تو هاوردی گرفتم با یه دونه باکس هم انرژیزا. حالا بریم اینه اینجا چی هست. اینا خیلی زیاد شد. دستم داره میشکنم. آره میزنم من رسیدم خونه قصدا دیگه خریدیم. یه باکس انرژیزا گرفتم، یه باکس دو هاوردی گرفتم. ولی حالا تا آخر هفته چیپس فکر نگرفتم، نداشت اونجا اصلا نداشت. آره اونجا اصلا نداشت، به خدا که نداشت. بعد میگه همین دیگه. حالا تا آخر هفته ببینم هرچی که در مورد تولدم بود اینا خواستم بگیرم. بعد روز دیگه من اومدم میگم تیشرت این چیزی پیدا میکنم که بگیرم. دارم میرم مگا مال. تو با میتونم تا پس ایستوی بیشتر نیست. دارم میرم مگا مال ببینم چه جوریه. آره هم میرم میزنم به خودش گفتم. ما رسیدیم مگا مال بود. مگا مال بود. خب داشت میگفتی در مورد تتوت. دارم میخواد این تتو بزنی. حتی امید داره من ندارم. من میخوام دستم تتو بزنم. ها؟ کجا؟ داشتم لباس هم میدادم عقب. میگم چیکار اینجوری داره میکنه. آره اینجا هایپر عجله اصلی بریم. از تو هایپر که نمیخوای بریم. خیلی فرق داره. ببینیم وا چه ورودی نداره. اون بر بریم ببینی تیشرت نشیه یه چیزی پیدا میکنه. بیا این بابا ببینم تو اصلا نیستی. کسخل سرعتش زیاد میکنه اصلا نمیاد. آره میخوام تتو بزنم. چه طرحی بزنم؟ همین الان که فهمیدم که اوکی بزنم استرس گرفتم چه طرحی بزنم. پروانه. آره پروانه میزنم، پاپیون گل همه چی میزنم. حالا بریم تو بریم چی. خب از ماگی برای من نداره. نه الان برای کمپه. اوه این لباسه شد. این ساده است. کسخال برو تو هایپر. میگم کسخال برو تو هایپر. اینجا که فقط زنونه هست. لباس حاملگیه. جدا رو میبینی؟ لباس حاملگی. چه خبری؟ من اومدیم یه مغازه مسئله اکسسوری اینا داره و حالا علی از یه دونه از این ندم چیه خوشم شمشیره بیمون اصلیه و عالم بده. این خیلی کاره تکیه ها. اصلا همون یه دونه مونده. وای اصلا خیلی خوبه اینجا. خیلی دوست داشتم. الان دیگه اینجا شمشیره بیمون اصلیه که چیزه آلپیچه بدونم آهنیه. بدون بالایش هم فکر کنم علی از این گو نه بهش میخواد چند باشه دیگه. I have no idea. ولی اینجوریه. نه دارم برابر چیزه اکسسوری فروشیه یعنی چی؟ این خیلی خوبه. اینجا هم که هیچی نیست ولی اینم که اکسسوری ها اینم هیچی. بگو پاشو بیا اینجوری نشون بدیم که این از اینا این کلی اینا قشنگ عشق ما. این بود که آره علی خوشش میومد. علی فقط دو تا داره هر جا میره باید ازش کم هست. ولی حالا مثلا من هری پاتر دوست دارم. تا اونور هری پاتر تو آدم نیستی. این هم شمشیره دمانیسایی بود که گفتم. حالا نمیدونم برای کی بود یادم رفت. اسمش یعنی یادم میذاره قیافش یادم. علی ایناش خیلی خوبه. این چی دیدم
بیبی یودا همین چیش خیلی خوبه. این که استار وارز That's what I'm talking about. اینم که اینو چیزای هری پاتر. این از اینکه میزنید در چونشون بهتر از اونا. من نگاه صدا آهنگ داره از این پخش میشه و واقعا خیلی باله. I really like that. خیلی خوبه. چیز هری پاتره. این خیلی دارم میخواد بگیرم. خب ما به چیز خوردیم؟ پیسی. با به پیسی چه ربطی داره؟ پیسی خوردیم دیگه. ما به کادون خوردیم، یعنی مثلا نتونستیم چیزی بخریم. به پیسی هم میگه. هیچی نتونستیم بخریم. یعنی این شعبهش اینجوری بود که هیچی نداشت. الانم نداشت. هیچی. همین خجالت میکشه تو ویدیو. نه. خجالتیه. بعد دیگه الان حالا داریم میریم راب میبینیم چیزی بگیریم. نه تشریگی میمیریم. بعد تیشرت اینم هیچی نتونستم بگیرم دیگه. به کادون خوردیم. اینجا هیچی نداره. به پیسی خوردیم بخونن. اینجا هیچی نداره. اولی که 99% زنونه است. نگاه ما. این فالنی هم 6-7 شعبه داره. این شعبه نمیدونم چندم میشه. ولی خب ریده. به قول خودش میگه اینجا اصلا اهمیت نمیده. اصلا اهمیت نمیده. ولی خب یه شلوار داشت. حالا اگه شد اینجا عکسشو میذارم ولی اصلا قشنگ نبود. حالا بریم هایپر ببینیم چی داره. خب بریم هایپر استار. ها؟ لیمو دوست داری؟ خب مثلا لیمو حال نمی‌کنم. لیمو اون که دیگه چی؟ بعد اومدیم اینجا. حالا الان من آلام عوض کنم. من گرم شد 4 ساعت دستم گرفتم. خب داره آبی به بالایی بگیریم؟ انجوری کنیم. برو بابا. این معنا من پولم نگه دارم. I'm فقیر. ها؟ نه. I'm فقیر. یه از آن دو بگیر. بابا خونک نیست. این آب هم داره گرم میشه. هی راه میریم ولی آب دستم میمونه اصلا میگه گرم میشه. این میگیری اسپانی؟ ترش هم؟ آره. داره ترش هم. بگی دیست کنی دیگه. آخه دوست ندارم ترش. دیگه اونم که بردم چیزی که دادی دادم مام بابامو خوردن. دوستشم؟ بابام دوست داره. بابا اینو چیه؟ اونم بگیم باید اصلا یه چیز ترش گرفته بودنی. بعد مثلا کوچیک نشابه بود انگار کوچیک بود. بعد دیگه خیلی چیز بود دیگه. دادم مام بابام بخورم اون چیه؟ گفتن نمیگم چیه. اول دهتا واکن ببین چیه. ببین خم این سگش جمع شو اینو. خیلی بهشاله. یه چیز ترش بود خیلی خوب بود. بعد دیگه اومدیم هایپر 2 تا آب و یه دونه آب میوه گرفتیم. همین. دیگه همین حساب کنم. به چه نوری. داشت تشریگی. تو دیگه پول بود نوشیدنی. 70 تومن پول نوشیدنیه بود؟ آره. داشتیم تشریگی میمردیم و آره الان اومدیم توی رازی زنه اومد اینجوری که یعنی اومدیم بیرون پسرم استفاده کنم که باید چیکار کنم. بعد امین چیکار ویپن تو روشنه گفت بله. گفت ای بابا این کارا همه پسرم شایان انجام میده. شایان بود چیز شایان. آره دیگه آب گرفتیم واقعا دیگه تشریگی میمونیم و این آقا هم کمش گرفته میگه این دور بر بچرخه تو هایپر. تو کی با کی بودم بیرون میگه کی. بعد آره دیگه واقعا نشه تشریگی میمونیم ولی هوا خیلی خوبه. من گفتم ببین چقدر خوب میفته. هوای کارهای بده.
میگم این هوا کارایی بده. کارایی که سوگن خیلی قشنگ میگه من کارای محرومات خداه، کارای نمیدونم چیه خداه، اونو میگم. بعد آره دیگه هیچ هم گیرم نیومد. تو مثل گاو خوری تموم کرد. بعد دیگه هیچ هم نخریدیم دیگه، انم نداشت. بالا من اومده بودم خرید، امیر کتاب خرید و با یه چیز دیگه. کلا همیشه همینه. چیه؟ قیافت شهر پیران یه نفر چون تماشا عمل کرده دیگه راحت ویدیو ها میاد. های از یه روز مونده یعنی یه روز مونده به تولدی منو و همساده آهنگ بیاد یا نه، ولی اون آهنگ گذاشتم. تنها مزن اون چه گوی بومارا نمی قشنگ نمیشه ولی آره بهم بزنیم اون بالا. باید بشه اصلا برام مهم نیست، فهمیدم یه تیکر همینجوری درست کنم که میخوام عکس بگیرم خوب بشه. خب تو عکس خوب شد. من بات کنم دیگه. خب فقط یه مشکل بزرگی که داریم اینه که من بلد نیستم که بات کنم گره بزنم. It's a big problem. بلد نیستم گره بزنم. بلدم. امیدوارم ویدیومو خیلی نبینن. اینجوری بزنم باحال میشه. امیدوارم صدا آهنگ بیاد. من فعلا بادکنک‌ها رو باد میکنم و میذارم. الان مشکی فوت کنم یه تله‌ای. حالا دیگه نمیدونم به این کسی که حالا چیز نداشته باشید این که همونه، ولی خب الان باید برم دانشگاه یه وقت نمیکنم. حالا بریم تا بعدش ببینیم چی میشه. خب های این اندازه بیافتادم دیگه، شب شد دیگه اون کار کردم، رفتم دانشگاه اینا دیگه، رفتم کیک و اینا رو بگیرم. تو کیک از همین شب قبلش گرفتم، خیلی دیگه طول کشید و اون یه دونه بود ریسه یا یه دونه دیگه گرفتم باز من کارم اینجوری درست کردم. حالا این بگیان میشه و یه لحظه نمیدونم این باش چیکار میشه کرد. اینو فلش بزنیم و اینجوری بیفته. حالا بزنیم امتحان کنیم. اینجوری میفته و تو عکس خیلی خوب میفته، ولی حالا بعد امتحان کنیم. حالا فردا شب و اینا یا میزنم فعلا چیزی تو بوفک رو گذاشتم، ولی خب چیز دیگه مونده.
اینا نمیدونم خوبه یا نه، ولی خب اوکی هم باش. آره بعد بخوایم دیگه چیز کنیم، اینجا رو چیدم که گفتم حالا چیپس و پفک و حالا ظرف اینا رو فعلا چیدم. دفعه هنوز پلاستیکیشه. اون حالا کاسه خرید سالاد ماکارونیشه. بعد یه آره دیگه همینه. حالا اینا هم چیدم، امیدوارم اوکی باشه. ریست دارم که همه چی خوب پیش بره اینا. فردا نمیدونم چی کارو دیگه بکنیم، مثلا چه بازی انجام بدیم و اینا. حساب کنیم بگرنم اینجوریه بگرنم خیلی قشنگ شه. بعد دیگه آره ببینیم چی جور میشه تا فردا. داشت یادم میرم الان هم داریم سالاد ماکارونی رو درست میکنیم با نداره همین دیگه. سالاد ماکارونی داریم درست میکنیم. سالاد ماکارونی از امشب درست میکنم که فردا قشنگ خنک باشه دیگه. فردا میمونه ساندویچا و میوه ها، چون میوه ها رو میخوام بسه بگم میوه رو از اینجا هم تو اینا بشیم آماده بذاریم که دیگه مطمئنا چون خودشون حوصله ندارن میوه بخورن از اینا براشون درست میکنم. آره دیگه الان بگی ظرف ژل هست، همینی که هست، همین مدل ظرفی میشه استفاده کرد. آره ببینیم فردا چی جوریه. خب های الان هم روز پنجشنبه است که تولدم استادمم گرفته. صبح بلند شدم الان هم نمیده کشک بادم جون درست میکنم تو اون قالب و اینا بذارم خیلی بار میشه به نظرم. بعد دیگه هیچی دیگه یه ساعت دیگه هم وقت آرایشگاه دارم، هنوز همون نرفتم و برم همون بعد برم آرایشگاه. بعد دیگه آره دیگه الان هم بذار نشون بدم. This is a کشک بادمجان. This is a کشک بادمجان. من درست میکنم. بعد اوکی من همین الان دارم میرم سمت آرایشگاه و عینک که یادم رفته آفتاب، یعنی یه جوری که دارم میسوزم و خدا رحم کنه. خیلی گرمه خیلی گرمه. و دیگه همه میتونم تلاش کنم مامونو بزنیم بعدش بیم بازم کلی کار داریم. اطلاع سالا چرا اینقدر سخته بابا؟ سال پیش اینقدر سخت نبود. از سال پیش خب کمتر بودم و اینقدر خودمو نمیکشتم. تو هم یه دونه درختی هم تو یه دونه خوردم بعد گفتم آره. خب مامونم زدیم فینیتو شد دیگه. هم خونه هم بقیه کارا بکنم که دیگه فکر کنم 2-3 ساعت دیگه بچه هم میام دیگه. خوب زده داشتیم مبنا خیلی خوب بود. راضی هم به رضای خدا. تولد هنی بریم اسم ماشین حوله بعضی الان اومدم کشک بادمجان درست کنم و که از اینا گرفتم که کشک بادمجان تو اینا رو بذارم و برشنم و آره دیگه این چی جوریه. Let's go. خب الان اینا رو وا کنیم. همچین چیزیه مثلا این قاشق buyurun. تمام شد. حالا اینا که دیده بودین اینا رو ندیدین بدون بهتون نشون بدم. خب الان که اینجا میوه رو چیدیم گوجه سبز و خیار پرتقال. اینا که دیده بودین هم کشک بادمجونه، اینم بارنی و دیگه
چیزا فکر نکنم دیگه چیزی مونده باشه. دیگه بریم که منم حاضرشم، هنوز هیچی نپوشیدم، حاضرشم تا منتظر باشم مهمونا بیان. تا بعد انانا بیان ولی من هنوز حاضر نیستم. Hello I'm coming. من حاضر شدم، من حاضرم. شلوارم توسیه چک. بعد دیگه خیلی خوش اومدی. الان فردای تولد دیگه رفتیم همون دیگه تموم شد. دست نمیتونم خیلی چیزاشو بذارم، نمیشه قابل پخش نیست. بعد دیگه حالا امیدوارم از ولاگم خوشتون اومده باشه و حالا دیگه حالا قبول کنید دیگه هر جوری هست. ببخشید که اگه ویدیو اینجوری اپ پایین گرفتم یا خب بیرون نمیتونستم بودم گوشی رو زیاد بیارم بالا، هم میترسیدم، همین که عادت ندارم. بعد دیگه آره دیگه امیدوارم خیلی خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی.